صبحتان بخیر باشد بینندگان بینهایت گرامی. شالوگل خوجا هستم. ساعت رست و هفت با وقت پراگ در خدمتتان. امیدوارم هر جایی که هستید صحت و سلامت باشید و گوش و هوشتان کاملا با ماست و بدونید که در تاجیکستان و جهان چی میگذرد. اول از بود و هوا میگوییم و بعد میگذاریم به تفصیلات خبرها. از پراگ جمهوری چک آغاز میکنم که هوا در اینجا امروز ابریز و 24 درجه گرم میشود. در دوام روز در مسکو که مجران عزیز بیشتر شما از اونجا ما رو تماشا میکنید، امروز هوا ابرناک است و گرمی 22 درجه رو تشکیل خواهد داد. در دوشنبه هوا صاف و بی‌غبار بوده. انتظار می رود که روزانه گرمی به 31 درجه برسد. خب قبل از ارائه خبرها باید بگویم که روز گذشته برخی از شما شکایت داشتید که صفت صدا خوب نیست، یعنی پس شنیده می شود، ولی باید بگویم که صدا مطابق با معیار درست کرده شده از بینندگان عزیز و شاید مشکل در ضعیف بودن اینترنت و یا دستگاه های خود شما عزیزان است و از این خاطر کمی تلفناتون رو لطفاً بلند کنید. در ولایت مختار کوهستان بدخشان رزمایش سه روزه نیروهای تاجیکستان و چین انجام یافت. این مشق نظامی در روز 14 آگوست در میدان حربی جلاندی نویه شغنان تاجیکستان صورت گرفت و در آن از هر دو طرف نزدیک به 1200 نفر از جمله 580 سرباز و افسر فرماندهی غربی ارتش آزادی بخش مردم چین شرکت کردند. عارف ناظم زاده روز 15 آگوست به رادیو آزادی گفت نتیجه رزمایش نشان داد که سربازان تاجیکستان و چین توانستند 3 مرحله مقابله با تهدیدهای تروریستی را با موفقیت انجام بدهند. وی گفت در وقت جنگ بست وزیر مدافع تاجیکستان شیرعلی میرزا و رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف شرکت کردند. مشق نظامی صبح 12 آگوست با زدن بانگ خطر با حضور نیروهای حربی و هوایی وزارت دفاع در شهر خاروغ آغاز یافته بود. با این مناسبت همه رزمایشگاه‌های ولایت به حالت جنگی آورده شدند. مسئولان یک باشگاه پناهندگان در لهستان از مصطفی حیاتوف جوان 25 ساله توجیک تقاضا کردند که به گرسنه‌نشینی خاتمه بدهد وگرنه مجبورند با زور به او غذا بدهند چون سلامتیش بد می شود. مصطفی حیاتوف عضو گروه 24 حرکتی است که در تاجیکستان اکستریمیستی شناخته شده فعالیتش ممنوع می باشد. او از سال 2016 از مقامات لهستان درخواست پناهندگی سیاسی کرده 2 بار پاسخ رد گرفته است و اینک در راستای اخراج شدن به تاجیکستان است. حیاتوف در یک باشگاه یا لاگر مهاجران در 50 کیلومتری شهر ورشوا قرار دارد و روز 14 آگوست به رادیو آزادی گفت 9 روز باز به نشان اعتراض از خوردن غذا دست کشیده است و پزشکان از او طلب دارند گرسنه‌نشینی‌اش را بس کند. سید علی اشورف سخنگوی این گروه ممنوع در تاجیکستان میگوید با وجود فعالیت‌های سیاسی و خطر تعقیب شدن در تاجیکستان مقامات لهستان درخواست حیاتوف را برای دریافت پناهندگی رد کردند. سید علی اشورف ادعا دارد که در صورت فرستاده شدنش به تاجیکستان به حیاتوف شکنجه و مدت‌های طولانی زندان تهدید می‌کند. از این رو فعالان این گروه در چندی از شهرهای اروپا در نزد سفارت و کنسولخانه‌های لهستان اعتراض کرده خواستار منع اخراج و پناهنده اعتراف شدن حیاتوف شدند. این در حالی است که اشورف میگوید مقامات به مادر مصطفی حیاتوف گفتند در صورت داوطلبانه بازگشتن او به تاجیکستان وی را عفو میکنند. حیاتوف میگوید به این وعده ها باور ندارد و 1.5 سال باز با مادرش تماس نگرفته است. گروه 24 عمر علی قوتوف تاجر تاجیک سال 2012 تاجیکستان را ترک کرده بود در مسکو تأسیس داد. وی بهار سال 2015 در ترکیه کشته شد. اعضای این سازمان در تشکیل کشتار قوتوف مقامات تاجیکستان را گناهکار کردند. مقامات باشد این ادعا را رد میکنند. نزدیکان کودکی که 2 روز پیش در شهرهای دوشنبه وحدت در دهه شهرستان جماعت گلستان پیدا کردند بعد از گزارش رادیو آزادی از خود درک دادند. روز 14 آگوست الهام الدین قربانوف یک ساکن شهر وحدت به رادیو آزادی خبر داده بود که کودک تخمینا 4 ساله را پیدا کردند و او منزل زیستش را نمیداند. قربانوف میگوید بعد چند ساعت پخش شدن این خبر در رادیو آزادی والدان کودک او را شناخته و برای بردنش به دهه شهرستان آمدند. قربانوف گفت کودک فعلا در نزد والدانش است. پدر و مادر کودک در محله کیلومتر 7 شهر دوشنبه زندگی می‌کردند.
نزدیکان 5 نفر از محکوم شدگان با جرم دست داشتن در آشوب زندان شهر خوجند از شکنجه شدن پیوندان خود به امبودسمن تاجیکستان شکایت کردند. آنها از وکالتدار عاید به حقوق انسان خواستند که فرزندانشان را از نزدیک دیده به مشکلشان رسیدگی کند. والدان فرهاد صادقов، نصرتالله قادیرов، دلیر بابویف، سفرانیدین شامرود و علیشیر حمیدов باور دارند که فرزندانشان زیر شکنجه گناه را به دوش گرفتند. بیشتر مقامات همه گونه شکنجه و لطوکوبی متهمان را رد کرده بودند. ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه روز 14 آگوست خبر داد که نامه این 5 نفر به امبودسمن فرستاده شده است. نهاد امبودسمن هنوز درباره دسترس کردن این نامه چیزی نگفته است. بنا به اطلاع دریافتی دادگاه عالی تاجیکستان آخر ماه ایول امسال حکم 33 نفر را با جرم تشکیل و دست داشتن در آشوب زندان رقم 3 خوجند اعلام کرده است. مقامات دادگاه عالی حکم را شرح ندادند. یک منبع آگاه رادیو آزادی روز 14 آگوست گفت 3 نفر به حبس ابد محکوم شده، دیگران از 19 تا 24 سال حکم گرفتند. بینندگان عزیز، صحبت مفصل مادران این محبوسان را در یک گزارشی که در آزادی ویدیو گذاشته شده است میتوانید تماشا کنید. دانشمندان روسیه میگویند مقامات به آنها دستور دادند که روابط با همکاران خارجیشان را محدود کنند. در یک نامه گشوده به وزارت علم و معلومات عالی روسیه، دانشمند روس الکساندر فراتکوف نوشته است که این محدودیت معنی نداشته محدود کردن روابط با همکاران خارجی باعث لطمه خوردن اعتبار کشور و مانعیت در رشد علمی و فناوری های کشور خواهد بود. فراتکوف دانشمند علوم ریاضیات و کامپیوتر می باشد. او نامه‌اش را 13 آگوست در سنت پترزبورگ نشر کرده است. طبق این دستورها قبل از ملاقات با دانشمندان خارجی، عالمان روس باید 5 روز پیش وزارت را در جریان گذارند. بر علاوه در این ملاقات باید کمش 2 عالم اشتراک کند و بعد از این باید حسابات بدهد. فراتکوف میگوید چون این اقدام ها به امنیت کشور کمک نمی کند، ولی روسیه را در انزوای بیشتری عالمی رشد کرده خواهد گذاشت. در رابطه با کشتار سرباز نیروهای مخصوص کمیته امنیت قرقیزستان در جریان عملیات بازداشت پرزیدنت پیشین این کشور المازبек اتنبویف یک نفر دستگیر شده است. یک قطار رسانه‌های محلی با استناد به منابع خود در مقامات قدرتی قرقیزستان اطلاع دادند که سرباز با سلاح خودش کشته شده، گمانبر حالا در بازداشتگاه قرار دارد. در مقامات قدرتی قرقیزستان گفتند که پرونده کشتار سرباز را وزارت امور داخلی این کشور تحقیق دارد. عملیات بازداشت اتنبویف در دهه کویتوش 7 و 8 آگوست صورت گرفته. پرزیدنت پیشین قرقیزستان در روز دوم تسلیم شد. در نتیجه زدوخورد نیروهای مخصوص با جانبداران اتنبویف 170 نفر آسیب دیده، یک سرباز کشته شد. دوستان کل قرقیزستان 13 آگوست ضد اتنبویف که در حبس است با بندهای تشکیلی به ترتیب عمومی، تشکیل سویقست و تشکیل گروگانگیری عیب اعلام کرد. وکیل دفاع او 14 آگوست خبر داد که در رابطه با بینای فورم و مرکزی گرمیدهی بیشکک ضد شخص زیر حمایش 2 عیب دیگر اعلام کرده شده است. دادگاه شهری بیشکک 16 آگوست مسئله تغییر حکم حبسی پیشکی اتنبویف را بررسی خواهد کرد. معاون وزیر امور داخلی قرقیزستان کورسان اسانوف که عملیات اتنبویف را رهبری میکرد از مقام برکنار شده، زیدش پرونده باز کردند. محض در نتیجه گفتگوی اسانوف اتنبویف خود را به مقامات تسلیم کرده بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز گذشته صادر شدن 2 جنایت مدهش خبر داد. در رابطه با یکی از آنها مرد 35 ساله بازداشت شده است که در کشتاری همسر و مجروح نمودن پدرش عیبدار می شود. به گفته این نهاد حادثه مذکور 13 آگوست در پی مناقشه اولیوی رخ داده است. در خبر از جمله آمده است مردی گمانبر در جنایت که ساکن جماعت دهات زین العابد نویه رودکی است، هنگامی در خانه پدرش مرد 65 ساله ساکن نویه مومن آباد قرار داشتنش با همسرش زن 28 ساله جنگ و جنجال نموده با تبر یک مرتبه به قسمت گردنش زده بدن به سر و کتف پدرش میزند. در نتیجه همسر نامبرده جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه هلاک می شود. پدرش باشد در بیمارخانه بستری است. در یک حالت دیگر مرد 33 ساله در قصد رساندن ضرر جسمانی به فرزند نابالغش گمانبر دانسته می شود. در این حادثه نیز به گفته مقامات انتظامی مناقشه اولیوی سبب بوده است. بعد جنجال با همسر این مرد گمانبر 2 فرزند خود را که یکی پسرچه 8 ساله و دیگری دختری 6 ساله می باشد با خود می برد. گفته می شود او درو از مغازه کرد خریداری نموده با آن 10 مرتبه به عضوهای بدنی پسرش میزند. در نتیجه نابالغ 8 ساله جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری کرده شده است. وابسته به هر دو این حادثه تفتیشات ادامه دارد.
بوری نخست میوه خشک تاجیکستان به بازار چین که از بزرگترین بازارهای منطقه گفته می شود راه یافت. برخی تاجران و کارشناسان بر این نظرند که دریافت بازار نو احتمال است برای رشد کاری صاحبکاران وطنی که به صادرات میوه خشک مشغولند مساعدت کند. در پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان میگویند حالا شرکت ابریکوس ولایت سوخت فروش میوه های خشک خود را در چین به راه مانده است. جمشید جمعه‌خانزاده رئیس پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان به رادیو زودی گفت با همتایان خود مسئله صادرات میوه خشک به چین را در دایره برگزاری نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2019 که فعلا در پکین ادامه دارد حل نمودند. راهاندازی صادرات میوه خشک تاجیکستان به بازار چین در حال صورت میگیرد که در چند سال اخیر مقامات تاجیکستان از کاهش صادرات آن به خارج کشور خبر میدهند. بنا به اطلاع خدمات گمرکی تاجیکستان صادرات میوه خشک به خارج از کشور در سال گذشته 19,500 تن را با مبلغ 5 میلیون دلار تشکیل میدهد. در سال 2017 به بیش از 28,000 تن بوده است که با مبلغ عمومی 6 میلیون دلار را تشکیل داده بود. آگاهان امور دلیل کاهش را در افزایش قاچاق میوه خشک از طریق قرقیزستان به روسیه ارزیابی میکنند. میوه خشک تاجیکستان معمولا به روسیه، قزاقستان، بلاروس و قرقیزستان صادرات میشوند. حجم صادرات میوه خشک به کشورهای دور خارج از جمله به امارات متحده عرب و اروپا غیر چشم رس است. و طبیبان منطقه کولوب به ساکنان توصیه میدهند که در این گرمی از خوردن هر نوع خوراک و میوگی از احتیاط کار بگیرند تا گرفتاری زهرآلود شوی و یا ویران شدن معده و روده هایشان نشوند. هشدار طبیبان در حال صدا میدهد که شام 13 آگوست 6 عضو عائله گنرال شیرالی سبز به بیمارستان انتقال یافتند. انور بی‌سفر و معاون سردختور بیمارخانه سیرتی شهر کولوب گفت که اعضای این خانواده هر نمود خوراک را از معیار زیاد استعمال نمودند که باعث ویرانشوی معده و روده شده است. طبیبان بیمارخانه سیرتی شهر کولوب میگویند همین گونه در عرفه عید قربان برخی ساکنان بعد استعمال از حد زیاد خوراک به بیمارستان آورده و بعد شستن معده رخصت گردیدند. خب اکنون چون همیشه از قرب اسعار خارجی میگوییم که برای امروز از سوی بانک ملی تعیین شده است. به همین ترتیب $1 9.43 درهم، $1 یورو 10.56 درهم و 1000 روبل روسی 143.90 درهم ارزش دارد. با سپاس از یک شما بینندگان عزیز برای همراهی. فراموش نکنید که در جریان روز باز با شما 2 ملاقات دیگر داریم. در بخش مستقیم شما را منتظر میشویم. روز خوب داشته باشید و برای کار.